تو چه شده مادر این روزا؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ چرا فقط وای میسی به من ظلم میزنی؟ درس که نمیخونی، کار که نمیکنی، یه کمک هم نمیکنی. میبینی که کمرم گرفته. از دست تو من چیکار کنم؟ همجور وای میسی بر به من نگاه میکنی؟ نمیبینی کمرم درد میکنه؟ پشت به یه کمک به من بده. بچه های این دوره. بیا اینجا. افسانه واسه چی با شدیم اومدی اینجا؟ خودت اخلاق این اکبری رو میدونی الان بیاد اینجا ما رو ببینه اخراجم میکنه. به خدا همین دیروز یکی اخراج کرده بود. ما رو نون خوردن ننداز. جون میلاد بیا برو، بعدا میام با هم صحبت میکنیم. بیا برو. برو دیگه، چرا زل زدی به من؟ برچی داری گریه میکنی ها؟ بیا بگیر، اشکاتو پاک کن. اتفاقی افتاده؟ از خونتون فرار کردی؟ کسی تو رو اذیت کرده؟ ببین خونه ما همین بغله. پاشو با هم بریم خونه‌مون، یه چیزی بدم بخوری، شاید حالت بهتر شد. ها؟ چرا چیزی نمیگی؟ خب حرف بزن، شاید بتونم مشکلتو برطرف کنم. ببین تو با این سن کمه نباید مشکل داشته باشی. الان فکر و ذهنت فقط باید درس و مشقت باشه، نه اینکه اینجا بشینی. اگرم مشکلی داری باید بری خونه‌تون به مامانت بگی. نمیخوای حرف بزنی با من؟ آدرس خونه‌تون رو بده برات اسنپ بگیرم. نشنی چی گفتم؟ میگم آدرس خونه‌تون رو بده. عزیز شما کجا داری میری؟ صبر کن. میگم در این ماشین رو باز کن بریم بشینیم توش حرف بزنیم. این تو مثل سونا میمونه، اینقدر بخاری زدی اصلا دیگه تمام که دارم بالا میارم همینجا حرف میزنی. آها دنبال قصه ای پس. دقیقاً عزیزم دربست که نگرفتی. من هر وقت تشخیص بدم در این 20 صاحبو باز میکنم. این وقتی که منو بگیرن چه فرقی داره؟ راستی امروز نرگس زنگ زد. بازی در نیار. بگو ببینم چی می‌خوای بگی. تو همیشه راحت ترین راه انتخاب کنی، سریع ترین و آسون ترین. چه خبر؟ حالش خوبه؟ والا چه خبر؟ اینقدر بچه‌م اذیت شده، کجا حالش خوبه؟ الانم که پا به ماهه، ما حتی نتونستیم یه عروسک براش بگیریم، چه برسه به سیسمونی. چه ربطی به تو داره؟ همیشه یه وقتی تو به خودت یه چیزی میشه خودت می‌ذاری وسط. داشتم زندگیمو کردم. بچه دوباره اومدی. دوباره؟ دفعه اولش کی بود؟ خرج بچه مردمم من باید بدم.
تو خیلی رفیق باحالی هستی فرانک، ولی من هیچ حسی به تو ندارم. اوکی اجازه سوارشیا واسه آخر هفته با جواد آقا قرار خواستگاری و بله برون گذاشتن. احمق آویزون. جواد آقا خونه داره، یه پسرم بیشتر نداره. شانس آوردیم که پسر افسانه رو اون روز شانسی دیده و پسندیده، دیگه خیالم راحت میشه. افسانه چرا انقدر ناراحتی؟ خدا این یارو فرستاده، تو هم یه برو باش ازدواج کن. انقدر ناز نکن دیگه، بچه رو بده گردنش. حامله بودن تو هم که جور نیست که. افسانه وایسا، خب چرا قهر میکنی؟ بابا من به خاطر خودت میگم، چرا لجبازی میکنی؟ خودت میدونی من نمیتونم این بچه رو گردن بگیرم. سنش هم ندارم باهات ازدواج کنم، نه شرایطش هم ندارم، خودت میدونی دیگه. یه برو با اون یارو ازدواج کن، جون میلاد. ها؟ تو چه شده مادر این روزا؟ یا همش سر تو اون گوشی وامونده است، یا خیره میشی به یه جایی، یا زل میزنی به من. پنجشنبه‌ام که اینا قراره بیان خواستگاری. از کدوم هنر تو من براشون تعریف کنم؟ بیچاره اون مادر شوهرت که از دست تو معلوم نیست چیکار قراره بکنه. راستی افسانه، بابات میگفت پسر قراره بیا تو رو زودتر ببره. این یه بار ازدواج کرده جدا شده، دیگه نمیخواد عروسی بگیره. تازه چه بهتر، ما که نه فامیل درست درمون داریم که دعوت کنیم، نه پول و پله‌ای داریم که خرج کنیم. بی سر و صدا میری سر خونه زندگیت خوشبخش ایشالله. اصلا گوش به حرفای من میدی؟ تو چه شده؟ انگار نه انگار دارم با دیوار حرف میزنم. سلام افسانه، چه خبر؟ خوبی؟ ببخشید دیر شد، یه ذره ترافیک بود. دیگه هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد، انقدر تو خوبی میره بالا توقع. هر وقت نبودی من فقط زدم غر، هر کجا زدم تو خاکی زدی تلنگر، نذاشتی هیچ موقع پرشم از تنفر. فقط تو کاری کردی زندگیم ورق خورد، وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه. هر موقع غمگین شدی خودمو بغل کن. اینم آهنگی که دوست داری خوندم. حالا ساندویچا رو بده دیگه، دارم میبینم آگوشی. بسته دارم. هوا خوبه امروزا. خور ساندویچ دیگه. یه ذره شربت واسه من برسیم. دست دادم.
چای لبریز دارم، لبسوز دارم. خوش رنگ، خوش‌طعم، خوشنوش، چای بنوش. این تو این هوا میدونی چی میچسبه؟ یک چای لبدوز لبسوز. اونم نه هر چایی ها. به این چایای من هر کسی خورده عاشقش شده. بعد وقتی هم که میخورین اعماق وجوده. این حس عاشقی هی داغ‌تر میشه. بریزم؟ نمیخواد. دست درد نکنه الان آب میوه خورد. چی؟ آب میوه؟ بابا آب میوه نخورید ها. بین آب میوه کلا سیستم بدن رو میریزه به هم. نخور عزیز من. باش نمیخوام. بیا برو. خب میرم. مثلا کارمون اینه که کلا بریم. در حال رفتنی. اگه تو خواستی بری مسیر انحرافی رو نرو. صاف و درست برو که نمونی توش. در ضمن رفتی خونه یه گلگاو زمان بخور واسه این اخلاق خوبه. 4 نفر دست ناراحت باش. وایسادیم اینجا تا شما بگی. خداحافظ. چای لبریز دارم، لبسوز دارم، خوش‌طعم دارم. آقا بیا چای بریزم دیگه. وای دل بیچارمو به دست غم بسپاره. وای راش سیگار با بازدتون نکشون. افسانه بابام قلاده هر موقع گواهینامه‌مو بگیرم یه دونه پراید صفر میندازه زیر پام. دیگه این بعد واسه خودم کار میکنم. از این اکبری خسته شدم. خیلی اذیت میکنه با خودم. افسانه چرا با هم صحبت نمیکنی؟ چرا انقدر ناراحتی؟ افسانه حالتو عوض کن دیگه. یه چیزی بهت میگم خدا وکیلی ناراحت نشو. کیسه رو از دست نده برو باهاش ازدواج کن. به خدا هم صلاح تو هم صلاح من. یه برو باهاش ازدواج کن. اینقدر لجبازی نکن. افسانه به قول خودت من این آخرین روزی که با همیم. سال به سال دیگه تو منو یادت نمیاد که. بذار امروز کنارم خوش باشی. ها؟ افسانه انگار نه انگار دارم باش صحبت. هر بازی یه برنده داره، اما بازی که تو با من کردی 2 تا بازنده داشت. خب دیگه بچه ها رسیدیم. اینم مترو. چند قدم بیشتر راه نیستش. پاشید. چرا خوابیدین؟ مگه ماشین من جای خوابه؟ بچه ها پاشین. دختر خانوم پاشید رسیدیم. چرا خوابیدین؟ مگه اینجا جای خوابه؟ پاشید تو رو خدا. چرا نفس نمیکشی؟ پاشو. با شما هم. دختر خانوم پاشو. وای خدا بدبخت شدم. وای مردم کمکم کنید.